ولسوالی کشم ولایت بدخشان. با ولسوالی کشم جلوه‌ای از زیبایی طبیعت، تاریخ و فرهنگ بدخشان خوش آمدید. ولایت زیبای بدخشان با مرکزیت شهر فیض‌آباد از جمله ولایت زراعتی، معدنی و یکی از منابع آبی کشور بوده که در شمال شرق کشور در فاصله 470 کیلومتری از شهر کابل واقع گردیده است. این ولایت با کشورهای تاجیکستان، پاکستان و ولایت سنگیانگ کشور چین دارای مرز مشترک می باشد. بدخشان با داشتن آب و هوای خوشگوار، کوههای سر به فلک کشیده، دریاهای خروشان، حیات وحش، معادن سرشار و آبدات تاریخی از ولایت‌هایی است که بیشتر مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است و بدخشان با داشتن معادن با کیفیت لعل و جواهر خویش شهرت جهانی دارد. بدخشان دارای ولسوالی‌های خیلی زیبا، کوهستانی و سرسبز می باشد که کشم یکی از ولسوالی‌های سنتی و زراعتی این ولایت بوده که از شرق با ولسوالی تشکان، از غرب با ولسوالی‌های فرخار و کلفگان ولایت تخار، از جنوب با ولسوالی تگاب، از شمال با دریای کوکچه که بین ولسوالی رستاق ولایت تخار است مرز می باشد. ولسوالی کشم دارای 25 قریه اصلی و 77 قریه فرعی است که مشهورترین آنها قریه های کنگورچی، تکسار، فرمانقلی، خشکدره، قریه تکه، قریه بلوچها و گندم قول می باشد. کشم یکی از کهن‌ترین و با افتخارترین ولسوالی های ولایت بدخشان و سرزمین رودهای روان، دره‌های سرسبز، کوههای استوار و مردم با ریشه‌های عمیق در فرهنگ و شعر، قصیده و ترانه می باشند. در کشم چندین رودخانه و دریا وجود دارد که بزرگترین دریای کشم از دره‌های سیگانی ولسوالی تگاب کشم، میرکان، کوری و وقتوبالا سرچشمه گرفته منبع سرشار از انرژی و آبیاری برای زمین‌های زراعتی این ولسوالی می باشد.
ولسوالی کشم که به نام دروازه بدخشان یاد می گردد با داشتن طبیعت و مناظر خیلی زیبا و یگانه ولسوالی بدخشان است که شالی یعنی برنج در آن کشت می گردد و دارای منابع سرشار طبیعی، معدنی و زراعتی می باشد و از لحاظ اقتصادی نسبت به تمام ولسوالی های بدخشان در سطح بهتری قرار دارد. زمین های هموار، کشت دو فصله نباتات و شارای ارتباطی و سطح بلند سواد و آگاهی کشم را با سایر ولسوالی های بدخشان متمایز گردانیده است. در کشم بدخشان ساکنانش مردمان با فرهنگ، دانا و شاعر دوست بوده. مهمان نوازی و آشپزی بخش مهم از فرهنگ کشم را تشکیل می دهد. همچنان در کشم قالین بافی، گلم بافی، نمد بافی، چرم دوزی، زرگری، مسگری، آهنگری، کلالی، خامک دوزی، پوستین دوزی و دست دوزی، پرورش کرم ابریشم و تولید نخ ابریشمی رایج می باشد و همچنان در کشم معدن بیشماری چون سنگ لاجورد، طلا، مس، نقره و معدن آهن، نمک و سنگ‌های مرمر و گرانیت موجود می باشد. بله بیننده های عزیز، اکثر ساکنان کشم به زراعت و مالداری مشغول هستند و با داشتن زمین های زراعتی حاصلخیز و آب و هوای گوارا نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. کشم با داشتن باغ های میوه، زردالو، آلوبالو، گلاس، سیب، ناک و انگور آن خیلی مشهور است. ولسوالی کشم ولایت بدخشان گذشته تاریخی و فرهنگی بسیار غنی دارد و برخی از آثار باستانی و آبدات تاریخی در آن بجا مانده که نشان دهنده تمدن‌های کهن و نقش این منطقه در تاریخ شمال شرق افغانستان است و از مشهورترین آنها میتوان از قلعه کشم یعنی قلعه کهنه که یکی از مهمترین آثار تاریخی کشم است که در بلندای یک تپه در مرکز ولسوالی موقعیت دارد و قدامت آن به دوران کوشانی ها باز میگردد و همچنان در برخی قریه های کشم مانند چاپک، پل خاکی، دیمومن و منجهور آثار باستانی مانند سنگ نبشته ها، قبرهای کهن و سفالینه های قدیمی یافت شده اند که نقش مهمی در شناسایی تاریخ این مناطق داشته اند. ورزش در ولسوالی کشم ولایت بدخشان بخش مهم از زندگی اجتماعی جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. علاقمندی مردم به ورزش به ویژه در میان نسل جوان رو به رشد است. مردم و جوانان کشم بیشتر علاقمند پهلوانی، اسب سواری و چاپاندازی بوده و علاوه بر ورزش‌های سنتی، ورزش‌های دیگری مانند فوتبال، والیبال، دوش، تکواندو،
کنگ فو و دیگر ورزش ها نیز ترویج یافته است و جوانان مختلف مصروف ورزش می باشند. در اخیر می توان گفت کشم سرزمین زیبایی ناب طبیعت افغانستان است. جهان سپاس از شما عزیزانی که یوتیوب چینل افغان انار را دنبال می کنید و به ما انگیزه می دهید تا هر روز بهتر باشیم. لطفاً چینل یوتیوب افغان انار را همیشه بیننده باشید. لایک، سابسکرایب و کامنت را از یاد نبرید. ما منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات سازنده شما عزیزان هستیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. افغان انار، انعکاس زیبایی‌های افغانستان.